آدمی جامعه نمیشمارن. خلاصی گفته باور نمیکنن. هزار اصلاح شدم دیگه باشن باور نمیکنن. که بی راست گویدن باور نمیکنن. باز مثال روز شما روز گویید آخو باور نمیکنن. مستوره 9 سالی عمرش را در زندان سپری کرده است. بعد 4 سالی تلاش و جستجوها برای دریافت راهی نوی زندگی در آزادی بالاخره 2 ماه قبل او به کاری نوی شروع کرد. همکارم کمک کردن. اینجا گپ راستش بانکخانه بود. همه‌ش از دیگه توزیع آزاد کرده. همه چیزای خریده. و کردیم پول کلان صرف کردیم. بازی برای محصولات خام خریدن. سوماوا نرسید. 10 کیلو من 40 کیلو آمدیم. خدای شکر مهلت قریب 2 ماه بعد. سال 2007 مناقشه با همسایه زندگی این مادر 2 فرزند را به کلی تغییر داد. مستوره برای کشتار 25 سال حکم زندان گرفت. گپ راستش ما عیادتی زن هیورم با بانیتو رفته بودیم. خانه میبینم و بچه در نه خانه ده خیلی حوالی کاملت که من خودم نمیدونم چی به درم دگی و بچه. بعدی داره کشاده دیدم بعد درم که و بچه همون جنده با پول طلب بلیت شد پول طلب کرد. بعدی و زوروری تجاوز گفت زوروری اصلا برای زوروری کردنش این سویچو گرفتار شدن. با گفته او از تمام زنهایی که همراه او در زندان نورک نگهداری می شدند تنها یک گروه خرد شوهر داشتند. بقیه زنانی تنها بودند که از ناداری دست به جنایت زدند. افزایش جنایتکاری از جانب زنان در این اواخر مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. به اطلاع رسمی در نیم سال اخیر 1200 زنان و دختران جنایت صادر کردند که در مقایسه با نیم ساله اول 300 حالت بیشتر بوده است. مدعی ها گوناگون هستند، از سبب ها گوناگون هستند. اونجا با عیب قرض دوری هم هست، با کشتار هم هست، با نشه جلوبی هم هست. یعنی امروز سبب ها مختلف هستند، لیکن زمان کمیته کاربازان با این زنها کاربری کرده ایستادند. خرسندی آور آن است که بعد از اصلاح جزای جنایتی، بعد از آنی که زنها از این محبس ها آزاد می شوند، کمیته یک اقدام گرفته است که با همین زنها به واسطه بعد به آزادی برآمدن کار کرده. در مجموع حالا در زندان زنانه نورک تاجیکستان 300 زن نگهداری می شود. مستوره که 9 سال عمرش را در زندان نورک سپری کرده است باور دارد که با تامین کردن زنان با جای کار و رفع مشکلات اجتماعی تعداد آنهایی که مثل او سالهای زیاد را پشت پنجره گذرانیدند کم می شود.